دوستای خوب نازنین سلام، امید که جور صحتمند باشین. دوستا خوشمدین، چطور هستین؟ خوبین؟ جانشم جوره، اوقاتشم خوشه. دوستا شرمنده چند وقت نبودم، ما بارین پای باچیق بیمارستان گرفتار بودم، درگیر بیمارستان بودیم. بیمارستانش هم دور بود، در کاشان بود. رفتم چه واقعا سخت بودیم و دوستا تازه انیت از بیمارستان مرخص داوردیم در خانه. چند مدت میشه گرفتار نمزیم دیگه، بو بر دکتر بایرو پایش را دکه جنوس نرفته، نتاوردیم در خانه. کاشانم دوره دوستا که مبریم میریم، واقعا گرم هم است، ای باچه مزیت میشه، خودکون هم مزیت میشی. دوستای عزیز دیگه خانه نیم در شاخرم در طول نیمش جمع کدید، نیمش منده از بارین زی باچیم. هر دفعه ما خانه رو جمع دوستا کرشن چی ماش زلگک میشم، میگه مامان شما مورین دیگه. خدا هیچ مادری چند روز تجربه نکنه. دوستا دعا کن ده حق این بچه که می به دنیای به مشکل خوب شنه، من بخیر خاطر جمع بریم. رای کاشان هم دور نرک مزیت میشه که مبرم میروم، واقعا بلدش سخته، هوام گرمه دیگه. یک روز دیگه گفته پایش را گچ بگیرین، به توکل به خدای من زمان نگفته پایش گچ نشه، دیتی نکم کم را بره دیگه. دو طوله پایخ میده که دوستای عزیز دیگه. خدای من زمان خوش رحم کنه دیگه. ببخشین ویدیو رو گرفتم اشتم دوستا، چگر کنشتین گیرشتم نیاز ده دعای شما دارم. دوستا شما دعا کن، شما پیش خدا عزیزین دعا کن که می بچیم بدون نهی به مشکل جور شنه. مام خاطر جمع دوستا برم سونی افغانستان دیگه. دکتر شم ده ساعت 2:30 شب بود که در کاشان، از کاشان ساعت 2:30 شب خانه مادیم.